سلام ای عشق ریشوی ولایی، بدان فرمان روای قلب مایی. سلام عرض کردیم آقا جان. زرشکی جان تویی؟ شنیدم میخواستی کنفرانس مطبوعاتی بذاری. چه غلطا. اول باید بیا اینجا، من یه روزه اختصاصی تو گوشت بخونم، بعد آقا جان اول رفتم قبر امام، روح لت و پار امامو بوسیدم، حالام اومدم جسم ناقص شما رو بماچم، یعنی ببوسم. واقعا حال دادیا. اونجام گفتم اگه عزما نبود من از صندوق نمی اومدم بیرون. آورین آورین، طیب الله کل پاچخاریهاتکم. عزما بنده اومدم اینجا بگم یه وقت حضرت عالی و باقی برادرها حرفای ما رو تو این مناظره ها جدی نگیرن ها. ما میخواستیم تنور گرم بشه، وگرنه خاطرتون جمع من همون راه رئیسی رو ادامه میدم. آورین. البته بین خودمون باشه، اگر رئیسی راهو بلد بود تو جنگلا گم نمیشد.